مرد از قبیله عراش به مکه شتر خود را آورده می فروشد. ابو جهل ابن هشام سیاستمدار رقم 1 مکه این شتر را می خرد، ولی مبلغ شتر را نمی دهد. هر روز مماطله می کند، یعنی مهلتی دادن را دراز می گذارد. و این بیچاره غریب مجبور شد به نزد دیگر بزرگان قریش آمده شکایت کرد و آنها به جواب این شخص غریب همچون یک استهزا و مسخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نشان دادند. به نزد محمد رو، او همون شخصی که میبینی در نزد کعبه نشسته است، همون شخص یگانه شخصی که پولی تو را ستانیده میتواند از ابو جهل. نزد انا وای شخص رو، او به تو کمک میکنه. و این بیچاره هم باور کرد. اینها همچون مسخره گفتند. آمد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و قصه را نقل کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که این طریق راه گرد گفتند و به خانه ابو جهل رفتند و وقتی درش را کوفتند گفت کیست؟ گفتند که محمد برو به نزدم. در حال ابو جهل برآمده دری خانهش را گشاد و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مال این آدم را برآورده ده، یعنی مبلغش را برآورده ده. گفت خب حالا برآورده میدهم. گفت در حال برآورده داد. قریشی ها که همچون مسخره این شخص غریب را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادن و خود نظارت میکردند که آیا محمد همراهش میرود یا نه. وقتی دیدند که جناب رسول الله خسته همراهش رفتن، در حال یک نماینده خود را فرستادند که رو حادثه را نگاه کن که چی میشد. یعنی ابو جهل که دشمن اساسی پیغمبر است چگونه رفتار میکند، تا اینکه آنها از رفتار آنها خنده کنند و یک خرسندی کنند. وقتی که پول را برآورده داد، این نماینده قریش هم در حال به نزد آنها آمد و این شخص غریب هم به نزد آنها آمد. رحمت گفت که واقعا دلالت خوب کردید و به واسطه مصلحت شما من پولم را یافتم. گفته به آنها تشکری و اظهاری سپاسگزاری کرد و این مرد نماینده شون هم نقل کرد که ابو جهل با رنگ غیر رنگ خودش برآمد، گویا که جانش در تنش نباشد و در حال پول را برآورده داد. و اینها همه در حیرت که ناگاه ابو جهل آمد. گفتند که وای حق، ای وای بر حال تو، این چی کاری کردگید؟ بعد ابو جهل گفت که قسم به نام الله، وقتی که آواز کوفتنی در را شنیدم الکی بدنم را ترس فرا گرفت. وقتی بر آمدم در پشت محمد یک شتر ایستاده بود که این خیل شتر گردن دراز و صاحب سری عظیم را بار اول دیدم. دندانهایش هم نهایت بزرگ بود. اگر من سرکشی میکردم آن شتر مرا میخورد.